بله، مختصر سوال شما این است که شناخت طاغوت چگونه باشد، کفر ورزیدن به طاغوت چگونه باشد در یک منطقه، این اضافگی است. یعنی هر مسلمان چگونه باید طاغوت شناسد و چگونه کفر ورزد، همان گونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان کرد. این سوره ممتحنه آیت 4 است که صفت کفر به طاغوت رو الله در همینجا بیان کرد که الله سبحانه و تعالی میگه که قد كانت لكم اسوه حسنه، با تحقیق به شما الگوی نیکو است ابراهیم. همین ابراهیم چیکار کرد؟ انا میخوام کنید میگه ابراهیم چیکار کرد؟ کفر به طاغوت ابراهیم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله. از دو چیز براءت خود اعلام میکنه، از مشرکین و از کسایی که بگیم از مشرکین، کسایی که شرک انجام میدن، از شرک، یعنی همون مزارها، قبرها و همون طاغوتایی که خو خشک باشد خو زنده باشد از انسانها، برای اون که طاغوت میشد که یک چیزی بی جان باشد به مانند درخت و مزار و سنگ و قبر و اینا، و میشود که این طاغوت به مانند یک انسان باشد که مردم رفتن به سجده کنند و این اعوذ بالله عبادت کنند و در نزد صوفی ها به مانند یک انسان مرده باشد، یا این چنین طاغوت یک طاغوت معنوی باشد، طاغوت فکری به مانند مثلا دموکرات و غیره، که این یک قانون است البته اینم برآورده است، یا هم نه جایز گفتنش که یا بعضی از چیزهای معنوی به مانند ملیگرایی و غیره، اینا همش طاغوت است. انسان باید اینها را شناسد و از همینها دور شود، اجتناب کند و اهل همینها را تکفیر کند. انا همین است. و شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله صفت کفر بالطاغوت در زیر همین آیات آشکارتر کرده بیان کرده، گفتند که مسلمان چگونه از طاغوت حقیقتا چخیلی که الله میخواد دور میشد. 5 چیز انسان باید اعتقاد کند. 3 چیز برای طاغوت، 3 چیز برای طاغوت، 2 چیز برای طاغوت پرست. نبینید 3 چیز برای طاغوت انسان باید اعتقاد کند که این طاغوت باطل است. یک چیزی باطل است، یک چیزی شیطنت است، یک کفر است و یک شرک است. توف بر این و از این دور میشد، اجتناب. بعد از این دومین چیز باید همین طاغوت ترک کند. شما فهمید که این طاغوت است، همین باطل بودنش اعتقاد کردید که همین قبر پرستیدنش باطل است، ترک کنید دیگه. همین گرید اطراف که شرک میشن نروید همینجا به، یا همون شرکایی که معنوی است به مانند ملیگرایی، حکم کردن و غیره، نکنید این چیزها را، از این دور شوید. ان تترکه، ان تعتقد بطلانه، اول اعتقاد میکنید که این باطل است، مخالف دین الله و رسول است، این کفر است و شرک است، و بعد از این تترکه، تجتنب و تترک، ترک میکنید، اجتناب میکنید، از این دور میشید. سومش ان تعتقد بطلانه و ان تترکه و ان تبغضه و تعادیه. باید بعد ببینی انا همون طاغوت ها رو و دشمنی کنی و تکفره و تکفیر کنی اگر این طاغوت ها زنده باشند، برای اینکه طاغوت های هست که زنده نیست و تکفیر کرده نمیشه، فقط جاهای بد میبینید، مزار و درخت و منطقه رو بد میبینید، یا اگر معنوی باشد هم کفر میدونید. اگر انسان زنده باشد تکفیرش میکنید، به مانند ساحر طاغوت است، کاهن طاغوت است، شیطان طاغوت است، کسی که حکم به حکم غیر الله میکنه طاغوت است، اینها را تکفیر میکنید. انا کنون این انمین 3 تا فقط برای طاغوت است، باطل میشوید، ترک میکنید، بغض و عداوت هم بعد میبینید و تکفیرش میکنید. و بعد از این 2 تا دیگرش طاغوت پرسته، ان تبغض اهله و تعادیه. اهل طاغوت پرستو را باید بغض داشته باشد و دشمنی کنید، و بعد از این و ان تکفره و تکفیر کنید همین طاغوت پرستو را. انمین چیز که کفر به طاغوت به وجود میاد و انمین است اصل دین. اصل دین انمین است، انمین کار نکرد دین به وجود نمیاد. برای ابراهیم علیه السلام رو ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم رو الله امر کرد فتبع ملت ابراهیم، ای محمد پیروی کن به ملت ابراهیم.
الله گفت هر کسی که به ملت ابراهیم در همین اصل دین پیروی نکند این یک به عقل سفه نادان است. و ما یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. از ملت ابراهیم روی نمیگرداند، بیرون نمیشد مگر اون کسی که یک سفه است. این رو علما سفهیون میگن، به عقل نادان جاهل ها. معنای سخن این نیست که فقط ملت ابراهیم فقط در ابراهیم بود. من حضرت آدم هم این چیز، این ملت همون اصل توحید در حضرت آدم علیه السلام، در نوح علیه السلام، صالح، هود و پیش از حضرت ابراهیم دیگر همه پیامبرایی که بودند بود. در ابراهیم و بعد از ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم هم بود. و محمد صلی الله علیه و سلم اولوالعزم از همه بهترین پیامبر رو، لیکن الله امر کرد که پیروی از ابراهیم کنند. چرا؟ برای اینکه حضرت ابراهیم تا آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه زیباترین شده، انا همین توحید خیلی هم زیبا تحقیق کردن از همه جانبش. از همین جهت الله خیلی از عمل ابراهیم خوشش آمد و پیامبر رو امر کرد که مثل ابراهیم تو هم تطبیق کن همین امری که من به تو کردم. زیرا که اولین امر و بزرگترین امر به محمد صلی الله علیه و سلم توحید بود و این توحید نمی خودش دو رکن دارد که نفی است و اثبات است، کفر به طاغوت و ایمان به الله. و نمونه همین را و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از امر الله نمونه را نشون داد که ابراهیم ببین چیکار کرد. انا میخوام حالا که ملت گشته و برگشته در همه پیامبران همین چیز بود، همین کاری که ابراهیم کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام با همون شاگردانشون چیکار کردن؟ قومشون نمرود و دیگر مشرکینی که بت پرست بودن و اونها گفتن که براء منکم، ای قوم ما، ای مشرکین، ما از شما براءت میکنیم. براءت یعنی چی؟ بعد دیدن، تکفیر کردن، بغض، عداوت، همین دو چیزی که صفت کفر بالطاغوت است. همین است دو صفت کفر بالطاغوت، براءت، درون براءت بعد دیدن و بغض که عداوت و تکفیر داخل میشه. یکم از طاغوت پرستو کمال کفر بالطاغوت، کمال براءت یکم از طاغوت پرستو کردن و بعد از این گفتن که و مما تعبدون من دون الله، و براءت خدا از آن چیزی که غیر الله عبادت میکرد، از همین طاغوت‌هاتون بود و مانند بت‌هایی که شما دارید اعلام میکنیم. نمرود هم به مانند فرعون خودش اله اعلام کرده بود، مردم اینو قبول میکردن همچون اله بعضش. اینا گفتن ما با اینم کفر می‌ورزیم. و بعد از این یعنی معنای سخنشون چی است؟ یعنی همون الهایی که شما گرفتید ما اونها باطل میگیم، ما با کتاب بغض عداوت داریم، ما با یک کفر و ضلالت و گمراهی و تکفیرش میکنیم. و بار دیگر گشته تکرار کردن کفرنا بیکم. بعض از علما میگن کفرناکم، ای ما شما رو تکفیر میکنیم. جای دیگر علما میگن کفرنا بدینکم، ما به دین شما که دین باطل است، غیر دین اسلام است، غیر دین تسلیم است، ما کفر ورزیدیم. دین باید دانید که دین ما اسلام است، دین یهود دیگر دین است نگوید. دینی همه پیامبران یک دین بود. دین به نام یهودی نصرانی گفتن دین وجود ندارد. دین همه پیامبران یک دین بود، نامش اسلام بود. این اسلام عام، چه که الله میگه و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما همه امت به پیامبر فرستادیم که پیامبران یک کار میکردن، دعوت میکردن که الله عبادت کنید، اجتناب از طاغوت کنید. و در دوامش گفتن که و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده، و بین ما و شما ای مشرکین عداوت ظاهر شد تا زمانی که ایمان نوارید. ما به شما موالات نمیکنیم، ما به شما موالات نمیکنیم، دوستی نمیکنیم تا زمانی که ایمان نوارید. این است کفر بالطاغوت. صفت کفر بالطاغوت هم اونجا ذکر کرد و الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرد در قرآن. شرط مسلمان شدن بیان کرد، گفت که تو مسلمان نمیشوی تا زمانی که دو چیز به وجود نیاوری. اولش کفر بالطاغوت، دومش ایمان به الله. حتی اولین فرضی که الله به بنده کرد کفر بالطاغوت است. چرا؟ برای که طاغوت پرستی این به مانند، تصور کنید که یک ستیل آب دارید. طاغوت پرستی این در درون همین ستیل یک نجاست است. بالای همین نجاست به آورده آب چشمه، آب تازه ریختن گرید هم، اگرچه آب زیبای آورده درون این ستیل بریزید هم، در درون این ستیل که نجاست بود چی می شود؟ آب تازه ریخته هم باز نجاست، حکم نجاست گرفتن میگیرد. قلب انسان وقتی که
معلق به طاغوت است، ایمان به الله آوردنش قبول نمیشد. همان وقت ایمان به الله آورده شما قبول میشد که قلب شما پاک از طاغوت باشد، معلق به غیر الله نباشد. برای همین اول الله قلب شما را امر کرد که قلبت پاک کن، یعنی از دیگرها قلبت کن، عبادت های دیگر، اطاعت های دیگر، محبت های دیگر ترک کن، قلب پاک شد. یعنی قلب پاک به بعد الله قبول کن. بمانند این که از این طبقت نجاست اول پرت تو یک طرف به اول طبقت تازه کرده شو، بعد از این در درون این طبق آب تازه ریز. طبقی که در درونش نجاست و افلاسی است، بالا این به آب ریزی، آبم با نجاست حکم میگیرد. قلبت بمانند یک طبق است، اول پاک کن بعد ایمان بیار. اگر ایمان آوردن به الله بگویی لیکن درون قلبت باز طاغوت به معلق است، ایمان تو قبول نیست، بمانند طبقی که نجاست بود آب پاک ریختی. برای همین ما میگوییم که امروز این قبر پرستایی که هستند، گوناگون فرقه ها، اینها ایمان به الله نآوردند، برای که اینها اول کفر به طاغوت ندارند. اول الله سبحانه و تعالی نگفت فمن یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت، نگفت. الله گفت فمن یکفر بالطاغوت، شرط ذکر، هر کسی که کفر ورزد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله، بعد از این انمین آدم چنگ به لا اله الا الله زد، بعد از این لا اله الا الله به قبول کرد، بعد از این اهل لا اله الا الله شد، فقد استمسک، به تحقیق چنگ زده از اهل عروة الوثقا شد. عروة الوثقا یک ریسمان آهنینه که سنگ بر این است، کنده نمی شود هرگز. این کدوم ریسمان؟ لا اله الا الله است. عروة الوثقا لا اله الا الله است. اما افسوس که مردم اصلا نفهمیدن، اصلا نفهمیدن. و بعد از این در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى، آنهایی که اجتناب کردند از طاغوت، از عبادت کردن طاغوت اجتناب کردند. اجتناب چیست؟ اجتناب از همون چیز خودتون دور گرفتن و همون باطل دانستن و همون ترک کردن و عبادت الله با آمدن اجتناب است. آنهایی که از طاغوت پرستی دست کشیدند، طاغوت پرستی را یک طرف ترک کردند و طرف حق با آمدند. و انابوا الی الله، انابوا الی الله یعنی بازگشت به سوی الله کردند. لهم البشرى، انمین ها به بشارت است و بشر عباد. دعوتگرها بشارت دید شما سخنهای سخت نزنید، شما جنت هم خبر تید. میگد بله جنت هست برای کسایی که اجتناب از طاغوت کردند و ایمان به الله آوردند. باز این آیت هم شرط باز ذکر کرد الله، بشارت، نجات، سعادتمندی. بشارت یعنی رضایت الله، نجات، سعادتمندی و جنت. این بشارت است. بشارت یعنی خیلی بشارت های خوبه ما به این انسان میتیم. کدوم انسان؟ انسانی که اجتناب از طاغوت کرد و ایمان به الله آورد. برای همین باید طاغوت شناسی. اول طاغوت نشناسی چه خیلی اجتناب میکنی؟ طاغوت چیست؟ علما به عبارت‌های گوناگون معنای طاغوت در اصطلاح عقیدوی شرعیش بیان کردند. امام مالک رحمه الله گفتن کل ما عبد من دون الله و هو راض، هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود و او راضی است. عبادت چیست؟ از این رو که باید عبادت فهمی. عبادت فهمی بعد از طاغوت پرستی خودت دست میکشی، عبادت طاغوت به انجام نمیدی، غیر الله عبادت نمیکنی. عبادت باید فهمی. عبادت چیست؟ یک اسم جامع است. کلمه عبادت اسم جامع است، اسم خیلی جمع است، اسم جنس است. بعضی میگن به همه اون چیزی که الله دوست می‌دارد و از همه خوشش میاد راضی است، همین عبادت است. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال او اقوال ظاهره او باطنه. هر یک عملی که تو ظاهر میکنی یا باطن میکنی، هر یک سخنی که سخن ظاهری و باطنی است، همین عبادت است. فکر و اعتقادی که داره عبادت است. سخنی که میگوی عبادت است. عملا به کسی از کسی سخت میترسی، کسی رو دوست میداری، به کسی توکل میکنی، عبادت است. ظاهرا سجده و رکوع و اطاعتی که میکنی عبادت است. همین عبادت غیر الله به انجام ده، پس همون کسی تو طاغوت گرفتی.
وای ممکن طاغوت نیست، لیکن تو باید طاغوت گرفتی خودت. از جین سخت ترسیدی، اینقدر سخت ترسیدی که از جین طلب کمک کردی، جین پرست شدی. از جین نه طاغوت گرفتی، طاغوت پرست هستی. ساحر به باور کردی، رفتی ساحر غیب میدوند، گفتی از این میبرد که علم غیبی که الله بود به غیر الله دادی و به سر طاغوت گرفتی. در اطاعت به یک انسان اطاعت اینقدر سخت کردی که او توی امر کرد به ضد دین الله، تو همه به اطاعت کردی، بر ضد دین الله اطاعتش کردی، تو هم طاغوت گرفتی. بعضی ها امروز پدر مادر طاغوت گرفتن که پدر مادرم نماز نخوان، گفت نمیخونم زیرا که رضایت الله در زیر رضایت پدر مادر است. میگه پدر مادر داخل ضد الله حکم کرد، چگونه اطاعت میکنی؟ پدر مادرت از الله بالا گرفتی، طاغوت شد پدر مادر. پدر مادرت همون وقت سخنش قبول است که موافق سخن الله، ضد سخن الله نباشد، موافق سخن الله باشد. یا حاکم رو، حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند، اطاعت کردی، طاغوت پرست شدی. طرفداری کردی، طاغوت پرست شدی. لشکری شدی، طاغوت پرست شدی. تو مسلمان نیستی، زیرا که اطاعت این عبادت است. برای من الله گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، گفت اطاعت الله و رسول کنید. و اولی الامر منکم، اولی الامر علما و امیرها را در شرطی که پیامبر گفتند علما و امرا سخنش موافق سخن الله و رسول باشد، بعد اطاعت میشد، نمیشد اینم طاغوت پرست است. در محبت کسی رو اینقدر دوست داشتی غلو کردی، طاغوت پرست شدی. در محبت اطاعت اینقدر محبت کرده غلو کردی که بالاخره رفته در قبرش طواف کردی. از محبت درجه الهی برآوردی، بالاخره مشرک شدی. چرا که الله میگه و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. از مردم کسایی هستند که خودشون یک غیر الله شرکا گرفتن، اندادا گرفتن و دوست می‌دارند غیر الله به مانند الله. اینها هم طاغوت پرست شدند. پرستی طاغوت پرستی، ملت پرستی طاغوت پرستی، حکم غیر الله طاغوت پرستی. زیرا که الله خودش گفت حکم غیر الله طاغوت گفت. یریدون ان یتحکموا للطاغوت. بعد از این طاغوت که شناختی از همین ها باید دور شوی، بعد اسلام تو به وجود میاد. همه این حجت به چی است؟ حجت به تعلیم دارد. بدون آموزش، بدون گوش کردن، بدون تعلیم دین به وجود نمی آید، مسلمانی به وجود نمی آید. بله مسلمانی با گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله که معناش فهمی، همین نطق کنی و همین قبول کنی، مسلمان. نماز بعد از این خونده گردی لا اله الا الله محمد رسول الله نماز خونده گردی، تو مسلمان شدی. در نزد ما تو مسلمان میگیم، لیکن تو در نزد الله مسلمان هستی یا نیستی؟ همون وقت مسلمان شدی که کاملا به درونت هم به بیرونت هم از طاغوت دور شوی. برای همین دو نوع مسلمان است، مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی در باب اسما و احکام. مسلمان حکمی کسی است که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، ما ظاهرا مسلمان حکمی میدیم در باب جنازه، سلام علیک، سیله رحم، میراث، حکم اسلام میدیم. لیکن والله اعلم این الله میداند که روز قیامت کی است. با مانند منافقین که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن حکمشون مسلمان است، لیکن روز قیامت حکم باطن الله حکم میکند. لیکن در این دنیا هم مسلمان حقیقی دیدن ممکن است یا نیست؟ حتی بشارت به جنت دادن و ندادن این مسئله به علما خیلی صحبت کردن. علما میگن یک انسانی که به مانند احمد ابن حنبل عقیده اهل سنت داشت، به خاطر عقیده وفات کرد، همه عقیدش به جزئیاتش معلوم بود، بله این ما مسلمان حقیقی میگیم. و بعض از علما گفتن که این خیلی انسان اگر مرد بشارت به جنت دادن درست است، گفتن ان شاء الله اهل جنت است، گفتن درست است. برای چی؟ برای اینکه عقیدهش موافق همون قرآن بود و الله گفت که هر کسی که عقیدهش موافق قرآن است جنت است. اما یک آدمی که فقط لا اله الا الله شدیدی، نماز شدیدی، این از اهل جنت ان شاء الله و این چی است، این الله میداند، میگی ان شاء الله خیر است، میگی میمونی. برای که این عقیدهش تو نمیدونی، این حکمی است حقیقی. این خیلی نازکی وجود دارد. بارک الله فیکم. و با همین من وقتم به پایان رسید. برادرهای دیگر طالب علم صحبت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.